مارچ 2013 در شهرستان وایس ایالت تگزاس افسر جیمز بوید مثل همیشه یه توقف معمول ترافیکی انجام میداد. یک کادیلاک مشکی مدل 91 رو نگه داشت، ولی نمیدونست که پشت فرمون یکی از خطرناکترین خلافکارهای کشور نشسته است. اسمش اول اسپنسر این بود، عضو یه باند خشن و معروف به اسم 211 کیلو. اول فقط 2 ماه قبل از اون به خاطر یه اشتباه توی پروندهش از زندان آزاد شده بود، اما تو همین مدت کوتاه آزادی یه اسلحه 9 میلیمتری گیر آورد و پیک یه پیتزا فروشی رو به اسم نیتن لیون کشت. بعد لباس فرمش رو ازش دزدید و ازش به عنوان یه پوشش استفاده کرد. با همون لباس خودش رو به جای پیک جا زد و رفت دم خونه تایم کلبز، رئیس اداره زندانهای ایالت کلرادو. تام در باز کرد و ابن بدون لحظه تردید یک گلوله مستقیم به سینه‌اش زد و تام همون جا جلوی در جون داد.